تصاویر تازه نشر شده از بارداری لطیفه عزیزی در امریکا و رسوایی این هنرمند جوان که هرگز باور نخواهید کرد. پدر طفل لطیفه عزیزی کیست؟ لطیفه عزیزی چطور و چگونه به کشور امریکا رفته است؟ دلیل دوری و از هنر موسیقی چی بوده است؟ و وظیفه جدید لطیفه عزیزی در کشور امریکا کاملا شوکه کننده. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند موفق، جوان و تازه‌کار کشور است. لطیفه عزیزی کارهای هنری خود را با اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد. هرچند در آن زمان لطیفه عزیزی سن خیلی کمی داشت و متعلم یکی از مکتب‌ها در ولایت زیبای بغلان بود، اما لطیفه عزیزی به دلیل اشتراک در برنامه ستاره افغان از دوره مکتب باز ماند و به کارهای هنریش با شوق و اعتماد به نفسی که داشت ادامه میداد. هرچند لطیفه عزیزی بارها توسط داوران و برنامه‌گذاران برنامه ستاره افغان توهین و تحقیر میشد، اما لطیفه عزیزی با کمک و حمایت مردم کشورش توانست مقام چهارم را در این پروسه از آن خود کند. لطیفه عزیزی اکنون در کشور امریکا زندگی می کند و راه هنر موسیقی را برای همیشه ترک گفته است. وی در فیلم های امریکایی قرار است نقش بازی کند. مدل موفق افغان امریکایی تبار شده است. این روزها تصاویر لطیفه عزیزی در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی باردار است، اما تمامی این تصاویر فتوشاپ شدگی می باشد، حقیقت ندارد. لطیفه عزیزی تاکنون ازدواج نکرده است و بارها بیان کرده است تاکنون در رابطه عاشقانه با هیچ مرد افغانی نیست. هر کس خودش میداند و زندگی شخصیش. آرزوی سلامتی و خوشبختی برای لطیفه عزیزی از خداوند منان خواهانم و منتظر نشر آهنگ‌های جدید لطیفه عزیزی خواهیم ماند. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. موفقیت سلامتی برای شما خوبان آرزو دارم. تا درودی دیگر، بدرود.